سلام همه رفقای ایردراپ کرده، خوش اومدیم به اولین ویدیو آموزشی ما توی کانال یوتیوب. بچه‌ها قراره ویدیوهای خیلی خفنی اینجا بذاریم. اگه دوست داشتین از اخبار مطلع بشین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فشار بدین. خب اول از همه بریم ببینیم چطوری میتونیم یک کیف پول متامسک بسازیم. بچه‌ها من متامسک رو از توی پلی استور دانلود کردم. فقط یه نکته رو اینجا قبلش بگم که از یه جای به بعد به دلایل امنیتی خود متامسک اجازه اسکرین ریکورد رو نمیده. فقط شما حواستون به وایس من باشه، دقیقاً طبق مراحل پیش برین، هیچ مشکلی پیش نمیادش. خب ما اینجا گت استارت رو میزنیم بین دو گزینه‌ای که آورده کریت نیو والت. اینجا از ما یه رمز میخوادش که توی فیلد دوم باید اون رمز رو تکرارش بکنیم. خب ما رمزا رو اینجا وارد کردیم بچه‌ها. یه تیک آیاندرستن اینجا داره، اثر انگشتتون رو فعال کنین و روی گزینه کریت پسورد بزنین. صبر می‌کنین تا والت شما ساخته بشه. خب بعد اینکه والتتون ساخته شد روی گزینه استارت میزنین، دوباره روی استارت یه اثر انگشت ازتون میخواد. اثر انگشتی که بهتون داد بچه‌ها نگاه کنین، روی این قسمت که نوشته ویو بزنید 12 تا کلمه رو به شما نشون میده که این 12 تا کلمه پسورد امنیتی کیف پول شماه. اگه این 12 تا کلمه رو در اختیار کسی قرار بدین میتونین کیف پولتون رو خالی بکنه، یا اگه گمش بکنین والتتون برای همیشه از دستتون میره. پس خیلی حواستون بهش باشه. اجازه اسکرین شات هم نمیده، باید یه جایی یادداشتش بکنین یا با یه گوشی دیگه ازش عکس بگیرین. خب ما میریم اینا رو یادداشت بکنیم. خب روی گزینه کانتینیو میزنیم. الان توی این 12 تا قسمت باید اون کلمه ها رو وارد کنیم. برای وارد کردنش هم فقط کافیه بزنید روی کلمه ها، خودش جایگذاری میشه. بعد اینکه 12 تا کلمه رو وارد کردیم روی کامپلت بکاپ میزنیم، روی گزینه دان و خب تبریک والت ما ساخته شدش. زیاد کار سختی هم نبود بچه‌ها. فقط یه نکته، اگه میخواین والتتون رو به ربات پیکسل ورس وصل بکنین از توی خود ایردراپ، باید بیاین همینجا مطمئن بشین که این بالا اتریوم مینت نتورک نوشته و روی کپی آدرس هم همینجا بزنین. آدرس کیف پول تتر شما روی بستر اتریوم کپی میشه و میتونید توی همون فیلد بارگذاری بکنین و تمام بشه. این از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اگه دوست دارین ویدیو خفن تری بسازین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین، لایک و کامنت فراموش نشه. اگه دوست داشتین به دوستاتون معرفی بکنین. موفق باشین. یا علی.